یحبهم و یحبونه، اولین علامت. الله اونا رو دوست داره، اونها هم الله رو دوست دارن. این محبت دو طرف است، दोनों जानिब से इशारा हो चुका, तुम हमारी हम तुम्हारे हो चुका. از هر دو طرف اشاره شد. محبوب به محب، محب به محبوب، هر دو از هم شدیم. من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری. از اون طرف هم محبت، از این طرف هم محبت. استاد ما حضرت مولانا حکیم محمد اختر رحمت الله تعالی علیه میفرمود الله قبرشو پر نور کنه، میفرمود اولین حرف محبت میم و میم از وصل دوتا لب ادا میشه. وصل محبت تا وصلی نباشه محبتی نیست. وصل محبت اولین حرفش تقاضای وصل میکنه. اینطور عاشقانه تا به حال کی تونسته؟ بعضیا فکر میکنن عشق رو اونا فهمیدن. این نه عشق استان که در مردم بود، این فساد از خوردن گندم بود. این شکم سیریه. دو روز گرسنش نگه دار. چنان قحط سالی آمدن در دمشق که یاران فراموش کردند و عشق. میگه قحط سالی شدید که اومد، شکم سیر نبود، لقمه چرب نبود، همه میگه یارانشون رو فراموش کرده بودن، دنبال لقمه نون بودن دیگه. هیچ کی گویا از عشق و محبت هیچی نمیفهمید. هیچ محبوبی دیگه تو این شهر نبود غیر از نون.